4-5 نفر از منافقین یک جای جمع بودند، در یک غزوه‌ای بود. برمیگشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم. 4-5 از این منافقین هم بودن، یک گوشه نشسته بودن. بعد یکشون گفت بیا یک فکایی بگیم. والله گفت من از این قاریای قرآن کرده شکم پاره تر ندیدم. در وقت خوردن میخورن، به قول معروف میگن مثل گاو میخورن، وقت کار کردن که شد از همه تنبل ترن. قه خندیدن. یک از صحابه در اون نزدیکی نشسته بود، گفت والله میروم به پیامبر این حرفتون رو خبر میدم. صحابه حرکت کرد به طرف پیامبر. نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم شد که چهره پیامبر سرخ شده، عصبانی هستند، چهرهشون تغییر کرده. امر کردن که حرکت کنید. صحابه گفت یا رسول الله، گفت وحی برای من آمد، جبرئیل برای من خبر داد، آیه نازل شد در این مورد. این صحابی برگشت پیش اون منافقین، گفت حالا خوب شد، کیف کردید، خوردید، آیه نازل شد بر پیامبر، خداوند شما رو رسوا کرد. در کنار این منافقین تعداد دیگری از مؤمنین هم بودن که اونها هم نشستن و گوش کردن و خندیدن. آیات 64 و 65 سوره توبه نازل شد. ولئن سألتهم، اگر از اونها بپرسی، لیقولون انما كنا نخوض و نلعب، میگفتن اگر از اونها بپرسی که چرا این حرفا رو زدید. ببینید الان قاری قرآن رو مسخره کردن. قاری قرآن، تمسخر به قاری قرآن تمسخر به دین است، تمسخر به قرآن است، تمسخر به شعائر الهی است. جسد قاری قرآن مقدس نیست، این وظیفه‌ای که او داره مقدس است، این اسمی که سرش هست مقدس است. شاید یک قاری قرآن زناکار هم باشه، شاید یک قاری قرآن فاسق هم باشه، فاجر هم باشه، تریاکی هم باشه، هزار یک عیب داشته باشه. اما وقتی که تو تمسخر میکنی و در تمسخر و فکایی خودت، در مزاح خودت، در جوکی که درست میکنی، در لطیفه‌ای که درست میکنی، قاری قرآن رو جا میدی، یعنی تو داری با دین مسخره بازی میکنی. ولئن سألتم لیقولون انما كنا نخوض و نلعب. یا رسول الله ما داشتیم شوخی میکردیم، سات خودمون رو به قول افغانا سات ما رو تیر میکردیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابشون فقط امین آیه رو تکرار میکردن. قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. بگو آیا به الله و آیاتش و رسولش ریشخند میزدید؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. معذرت خواهی نکنید که بعد از اینکه مؤمن شده بودید کافر شدید. اون مؤمنینی که در اونجا بودن و خندیدن و چیزی نگفتن و رد نکردن، در مجلس نشسته بودن، اونها آمدن از افسار شتر پیامبر میگن محکم گرفته بودن و این سنگها و خارهای بیابان پاهای اینها رو زخمی کرده بود، خون جاری بود. میگفتن یا رسول الله بد کردیم، غلط کردیم، اشتباه کردیم، نفهمیدیم. یک ریشخندی بود، ما اونجا بودیم، دیگه تکرار نمی کنیم. پیامبر فقط یک جواب میدادن، ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا به الله و رسول و آیات الهی داشتید تمسخر میکردید؟ دوستان عزیز، خطر این رو احساس بکنید. امروز در مجلس میشه والله یک ملایی بود اینطوری کرد، یک قاری بود اینطوری کرد، طرف از مسجد برآمد اینطوری کرد، فلانی سر خطبه اینطوری کرد، بعد خونه آمد اینطوری شد. اینا همه تمسخر با دین است. برید فکایی جوکتان رو سر ترامپ درست کنید، سر پوتین درست بکنید، سر خامنه‌ای درست بکنید، سر نمیدونم کرزی و اشرف غنی و احمد مسعود درست بکنید تا صبح بخندید. یک روز دیدید مثلا یک جمعیتی سر زن مسعود یا زن ربانی یا زن احمد مسعود جوک درست کرده باشه، یا یک حزبی سر زن حکمتیار جوک درست کرده باشه، یا یک طرفدار سیاف سر زن سیاف جوک درست کرده باشه. جوک سر زن ملا درست میشه، جوک سر زن قاری درست میشه، جوک سر خانواده عالم دین درست میشه. این کفر است. این شعبه ای از نفاق است که در دل انسان هست و خبر نداره. و همون مؤمنینی که در ادامه آیت میگه که
و این نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین. میگه شاید گروهی از شما را ببخشیم اما گروه دیگر رو نمیبخشیم و عذاب دردناک برایشان بخاطر که اونها مجرم هستن، گناهکار هستن. میگن بعضی از این مؤمنین بعد بخشیده شدن، اما اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا داد میزدن یا رسول الله بد کردیم، اشتباه کردیم. میگفتن ابی الله و رسولی و آیاتی کنتم تستهزئون. ببینید چقدر یک جوک امروز مثل این جوک ها هزار. متاسفانه دعوتگر، عالم دین، به خدا دعوتگری دیدم که طرف سر خدا داره رشخندی میکنه، سر بهشت داره رشخندی میکنه، کلیپشو باز کرده قه 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 میخنده. این کفر است. والله انسان رو اتوماتیک از دایره اسلام خارج میکنه و انسان نمیفهمه. کسانی که تمسخر میکنن با آیات الهی، اینها اتوماتیک از دایره اسلام خارج میشن.